از تو یک ساعت جداگی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا برای یک نفری که مخلص دارد هوادار دارد شنونده دارد یک بار دور بودن مشکل نیست من تا حال با یگون امون مخلص یا که سوال دهنده جواب ترک صحنه رو کردم گفته جواب ندادم شبنمی تر برایت اصل گلی بهاری پیشتر از این سرودی گورزی بهاری بود عشق و خماری بود سالهایی که اولین سروده که من خوندم در انسمبل دریا بود همین با گلریز بهار بروندیم با تاقچه های این اولین سرود است اولین سرود است در بسیار جالب وقتی که ما سامان نو می‌داریم مثلا برای یافتن سرودهای شما همه جا زیبا نورو نوشتید بگیم شما زیبونیسان نورو هستن هر دوشان زیبا است اما نومی زیبونیسان که بازم پورتر میشود اکثریت سرودهایی که شما زیاده از 15 سال 20 سال پیش سراییدید تا حال سرایندگان جوان بازخوانی میکنن فقط شما یک بار گوش کنید این سراینده رو پس بها دید مردم ها میگن گریه نکن می آیه که آید و که قرار بگیره دل من آوازی شما در من کشیشای شما اوج شما مانند میشه بندگینه رو خطا میکنن همگی میگن اینو همگی هر یک صنعتکار میخواست که به انسمبل دریا دعوت شود و به اونجا کار و فعالیت کند در یک مدت خیلی تو علاقه چندین سرود شما با طرز ویدیو کلیپش نگردید هر شام درخشد استاره دوشنبه بر دیدن نور بخشد